بهر پیشگیری کسلی‌های سیرایتی، کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی منطقه حصار در اساس نقشه‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و خدمات نظارت دولتی و سانیتری و اپیدمیولوژی در نقطه‌های خوراک عموم، نقطه‌های سودا، داروخانه و در آشخانه‌های بازار ریت‌های مشترک تشکیل نموده در مؤسسه‌های طبابتی سنجش سانیتری و اپیدمیکی می‌گذرانند. در رفت گذراندن ریت‌ها از طرف کارمندان مرکز محصولات گوشتی، شیری، محصولات قنادی که مهلت استفاده برایشان گذشته است و صفت پست دارند از معاملات گرفته شد. با مقصد نظارت اجرایشی قانون جمهوری تاجیکستان تحت رقم 890 از 1 آگوست سال 2012 درباره بی‌خطری محصولات خوراکواری با یکجایگی مقامات‌های حفظ حقوق شهر ترسونزاده در حدود شهر ریت‌های مشترک گذرانیده شد. در رفت گذراندن ریت‌ها معلوم گردید که محصولات خوراکواری که صفت پست داشتند و به سرتیفیکات فروخته می‌شدند از معاملات گرفته شد و چقدر که به شما معلوم است من به لابراتوری مرکز آورده شدند و از لابراتوری گذرانده استودیم. کارمندان ساحه در ناحیه شهرنو جهت تامین رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگینی و پیشگیری پنه‌شوی بیماری‌های سیرایتی ریت‌های مخصوص دایر نموده برای رفع کمبودی‌های جای داشته چاره‌های تأخیرناپذیر می‌اندیشند. در رفت گذراندن سنجش‌ها از طرف کارمندان مرکز صاحبکارانی که برای رعایت نکردن قاعده و معیارهای سانیتری پروتکل حقوق ویرانکنی ترتیب داده به همه آنها قرار عاید بستن جریمه برآورده شد. از طرف متخصصان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی از مغازه و دکان‌ها و از نقطه‌های فروش محصولات شیری، محصولات گوشتی مرغ و دیگر محصولاتی که مهلت استفاده برایشان گذشته و برای سلامتی اهالی سلامتیشون خطر دارد از فروش باز داشته شدند. ما متخصصان مرکز برای پیشگیری سلامتی اهالی از هر گونه زهرآلودشوی تمام دانش و کوشش خود را پرجور می‌نماییم. در این سمت کارها ادامه دارد. بهر پیشگیری سالمی اهالی خدمات بیتوری منطقه حصار نیز نظارت گوشت‌ها را در بازار و دکان‌های گوشت فروشی باز هم پرزورتر می‌نماید. کارمندان یکی از سمت‌های اساسی فعالیت خود را تامین صحتی اهالی حسابیده پیوسته پی اجرای وظیفه پرمسئولیت خود از نقطه‌های خدمت رسانی و معیشی نظارت می‌برند. محصولات‌های گوشتی که از چاروا و بازار وارد کرده می‌شوند اول در کشتارخانه دکتر می‌بیند اگر صحت باشد و بازار راه داده میشد کشته بعد بازار وارد میکنند. وقتی که به بازار وارد کردن از آن مالها ارگان های داخلی گرفته شده سنجیده تگ میکروسکوپ ذره‌بین دیده بعد فروشنده ها قصاب ها اجازت میدیم آنها به فروش اجازت میدیم. وقتی که ما اجازت دادیم آنها به فروش میبرند. مسئولین میگویند که از ورود گوشت پست صفت مرغ و چاروا به بازارها مقدار زیاد از این نوع محصولات را از فروش بیرون کردند. همینطور گذراندن چنین ریت‌ها در بازار و مغازه‌های خوراکواری از طرف مسئولین باز ادامه خواهد کرد.